حرم کی د شیبه شیبه سکون را باندې اوري خیال وړایم خواږه می د ژوندون را باندې اوري ترابي زبندا یم څه سپېڅلی مو تړاو ده ترابي زبندا یم څه سپېڅلی مو سلام علیکم و رحمت الله پدر جان. و علیکم السلام. مانده نباشید بچه. زنده باش پدر جان. پدر جان ما برادرم تصمیم گرفتیم اگر رضای خدا باشه امسال بخیر خودت اجر روان کنیم. پدر جان. بچه شما را خدا اجر بده. فکر مصارف شکدین؟ پدر جان دل جمع باشه ما غم تمام مصارف خوردیم. پدر جان تشویش نکو، غم تمام مصارف خوردیم. بعد از اینکه خودت از عربستان بخیر آمدی فقط یکم آب زمزم هم باید بیار دیگه. تمام مصارف میمانی و توفا رو ما اینجا غمش خوردیم، ان شاء الله آماده میسازیم. نه بچه نه بچه، خدا شما را عمر بده، خدا شما را اجر بده بچه. مگرم به ارتباط مصارف به جای ما مخالفت دارم. میفهمین که در جمعه قبلی امام مسجد در نماز جمعه اینی موضوع را یادآور شده حاجی صاحبایی که دوباره به خانه و جای خود برمیگردن اینی مصرف های به جایی که میکنن این کلش گناه است که حتی امارت اسلامی یک فرمان در این مورد صادر کرده. بچه خوب شد که یادم آمد. اما مصرف را که شما بعد از آمدن به نظر گرفتین امور بچه برای ما بده. یک چند تا مسکین همسایه ما که بچه مستحق هستن میخوایم برای زما چیز کمک کنم تا مکه الله شریف بخیر برم که دلم جمع باشه. درست است پدر جان، با دو چشم هر چی خودت مناسب میبینی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. و کسانی هستند که به هنگام خرج کردن مال بر خود و خانواده نه زیاده‌روی میکنند و نه سختگیری، بلکه در میان این دو یعنی اسراف و بخل میانه‌روی و اعتدال را رعایت میکنند.